خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزم. ممنونم از همه دوستان عزیزی که با ارسال عکس و کاریکاتور و شعر و مطالب طنز نه فقط به پیک شادی بلکه به مجموعه برنامه‌های طنز سیمای آزادی کمک کردن. مشخصا نکاتی رو که برای آقای موشکاف فرستاده بودین به دستش رسوندیم. موشکافانه تشکر کرد. علیرضا افشارچی عزیز خیلی ممنون، پوستری که فرستادی بودی رسید. علی نقی امیری خیلی ممنونیم از حمایت و لطفت و اینکه به طور فعال طنزهای پیک شادی رو از حساب فیسبوکمون به اشتراک میذاری. امیدوارم که بتونی با کمک دوستان عزیزی مثل خودت هرچه بیشتر محدودیت‌های فیلترهای رژیم رو هم دور بزنی. جواد جمشیدی افشاگری در مورد تریلیاردر شدن یک پاسدار بسیجی که فرستاده بودی به دستمون رسید. مجید ساعتچی، علی کرمانشاه، ابوالفضل اخباری، محمد بیهقی، فریبرز ممتحن و دوستان گرامی سارا فراهانی و پاتریس، مطالبتون به دستمون رسید. همه جالب و قابل استفاده هستن. حتما به شکل مناسب استفاده خواهید کرد. رسول امین طنزهای قشنگت با همون نمک ویژه اصفهانی عالی بودن. دکتر بزنبادان خیلی تشکر کرد. عبدالرضا عزیز خیلی ممنونیم از ایمیل کوتاه ولی بسیار انگیزاننده‌ات. خیلی خوشحالیم که دوست خوبی مثل تو داریم و امیدواریم که هرچه بیشتر در ارتباط با تو قرار بگیریم. رضا فخاری ممنون از ایمیلت. خیلی خوشحالیم که از این طریق هم در ارتباط هستیم. منتظر و مشتاق نظرات و کارهات هستیم. اصغر کیانی نوشته که تو سوالات مناظره این کاندیداهای بی‌خاصیت رژیم یادش میره از کاندیداها بپرسن که فرق حضرت والا با حضرت آقا چیه تا بتونن توضیح بدن که اختیارات ولی فقیه 10 برابر وحشی‌ترین دیکتاتورها و سلاطین و پادشاهان سیستم‌های دیکتاتوری معمول هست. دوست عزیزی در مورد علت اینکه وقتی عکس کاندیدای رژیم رو جایی بچسبونن دیگه پشه و مگس و سوسک و اینا جمع نمیشن بلکه پراکنده میشن، نوشته که مکانیزمش با حشره‌کش فرق میکنه. بیشتر شبیه قوانین مغناطیسه که قطب‌های همنام همدیگه رو دفع میکنن. دوستان گرامی فرهاد اعظمی، سهیلا شجاعی، بهاره بابایی نکاتی که در فیسبوک نوشته بودید ایده‌های طنز بسیار خوب برای طنز پردازای پیک شادی بودن. خیلی تشکر میکنم.